ما حالا در شهر ایسار قرار داریم. اینجا گروه رسانه‌های آزیا پلوس در چند از مکتب اینترنت‌ها برای صدها کودکان چهاره‌بینی فراغتی و خیریه برگزار نمود. بیاید با هم ببینیم که این چهاره‌بینی چگونه برگزار شد و برای کودکان چه تحفه‌ات تقدیم گردید و آنها چه لیاقت‌ها را دارا میباشند. چهاره‌بینی‌های مذکور با دستگیری مالیوی اتحاد اروپا در مکتب اینترنت‌های جمهوریوی کودکان نابینا و نظامش مخصوص شهر ایسار برگزار گردید. تشکیل کنندگان چهاره‌بینی فراغتی می‌خواستند آن را در همه مکتب‌های تاجیکستان برگزار نمایند، ولی از سبب محدود بودن لایحه‌ها آنها تصمیم گرفتند که آن را در مؤسسه‌های گذرانند که به توجه بیشتر نیاز دارند. мақсади асосии барнома бозгашт ба мактаб ки имрӯз иттиҳоди аврупо дар мактаб интернатҳои ноҳияи ҳисор дастгирӣ намуд пеш аз ҳама қайд кардани 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамкориҳои байни иттиҳоди аврупо ва тоҷикистон мебошад ки дар давоми 30 сол идома меёбанд. در دوره چهاره‌بینی خیریوی به باشندگان مکتب اینترنت‌ها تحفه‌ها از جمله لوازمات کانسلری، ورقهایی که در آن حروف برایل چاپ کرده می‌شود، لباس‌های ورزشی، کتاب‌های بدیعی و دستگاه موسیقی تقدیم گردیده تشکیل خوراک نصف روزی برای باشندگان خاتمه چهاره‌بینی‌ها بود. رهبریت مکتب اینترنت‌ها میگن همه چهاره‌بینی‌هایی که در مؤسسه گذرانده می‌شود بیشتر آهنگ خیرخواهانه دارند و کودکان از چهاره‌بینی امروزه خرسند شدند. هر کسی که به اینجا قدم میگذارد با دیدن همین کودکان معیوب همین خیل نمیدونم یک روحشان هم بالیده میگردد، هم محزون میشوند، هم بسیار از آن لحاظ که اونها محض به همین جا آمدن خودشان خرسند میشوند، شاد از آن میشوند که یک روزی حیاتشان رو یا یک قسمت روزی حیاتشان رو با همین کودکان میگذرانند. البته امروز بچگان ما خیلی شاد بودند، از آن خرسند بودند، در لبان اونها خنده بود، چون که این نمایندگان آمده دست خالی نه، البته با تحفه برای بچگان، برای نوازشان یونی که یمخه برای دیگر برای تعلیم پیشبرد تعلیم و تربیت باشد با آنها مواد خوانش دسترس گردید. در بخش دیگری چهاره‌بینی برای کودکان برنامه فرهنگی تشکیل کرده شد که در آن حجم نگار شناخته، رهبر تئاتر استودیوی خانیکمان مقیم جان عبدالفتاحیف، ژورنالیست آرزو عیسایف و تئاتر دولتی جمهوریوی لختک برآمد کرده خاطر کودکان را شاد نمودند. در رفت چهاره‌بینی خود کودکان نیز با شعر و سرود و مسابقه‌های مختلف ورزشی شرکت کردند. خیلی چهاره‌بینی خوب بود و با ما خیلی پسند بود و ما می‌خواهیم که در آینده باز همین خیلی چهاره‌بینی شود. کدام قسمتش رو پسند آمد بیشتر؟ همون پسند آمد که همون پسر همون بچه مشق کرد. چهاره‌بینی‌ها به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان و سال نو خوانش بخشیده شدند.